بله سلام علیکم بیننده گرامی، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من حسن هستم از ایران. آقا حسن از ایران، بفرمایید آقا حسن بزرگوار. الان پخش زنده است؟ پخش زنده است در مورد 2 تا کلیپی که پخش کردیم و توهین هایی که به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و امام حسن و امام حسین در تفاسیر شیعه وجود داره. خواهش می‌کنم. میخواستم بگم که والا این مسائل آدما رو، همین مسلمان ها رو از راه راست منحرف میکنه. ما هم اینو گفتیم. منظورم که همه بایستی مسلمان باشیم، توسط خداوند پیامبر نازل شده که به راه راست هدایت بشیم. حالا فلان کس اومد فلان کارو کرد، یا فلان حالا بگیم ابوبکر بد کار کرد یا علی بد کار کرد، اینا تأثیری توی روند زندگی ما نداره. منم همینو میگم. خداوند میگه شما همینو بر اساس قرآن باید هدایت بشید. حالا خانم ما برمی‌داره چای صاحب زمان میپرسته، میگه نذر میکنم اونجا، میگم خانم نکن، میگه تو کفر میگی. توجه میکنی؟ یعنی حتی نمیدونن کفر معنیش چیه. یه مقدار اطلاعات رو لطف کنید بیشتر کنید که این نادان ها از خود بنده گرفته یه مقدار راهنمایی بگیریم. به خدا قسم اصلا اینا از اصل راه منحرف شدن. خداوند میگه من توسط حضرت محمد شما رو هدایت کردم، دین حالا کتاب قرآن هم هستش. درست. توجه میکنید؟ حالا اگر هر برنامه دیگه هم پیش اومده یا درست یا غلط دیگه ربطی به ما نداره. درست. توجه میکنید؟ بیایم راجع بهش بحث بکنیم و جدل کنیم و درگیری بین شیعه و سنی باشه. پیامبر به این بزرگواری چطور میتونه جلوی همسر مثلا به فرض محال بدکاری خودشو نگیره؟ اصلا از معجزات پیامبر مگه قرآن و صحابهش نبوده؟ درست. توجه میکنید؟ چطور میشه صحابه پیغمبر که معجزه پیغمبر بوده بخواد این اراجیف بهش تعلق بگیره؟ توجه میکنید؟ من تماس گرفتم که دوست داشتم اینو بگم. تشکر از شما. الله متعال حفظتون کنه. برنامه‌تون ممنونم. زنده باشید. خدا نگهدارتون.